ویسل از این لحظه و آغاز دیدار تیم‌های بدخشان و کندوز ویسل میخوره. ببینیم اولین فرد زبی پهلوان هست، سیدال پهلوان. حالا هیچ مانع سر راه سیدال پهلوان نیست، اسب سرعت میگیره از همه اسبا. سیدال پهلوان به سمت دایره حلال، سیدال پهلوان و امتیاز میگیره برای کندوز. اولین امتیاز برای کندوز. قدرتمند ولایت کندوز هست، بتانه گساله را بگیره و میگیره و حرکت میکنه. حالا نجیب مختار به سمت دایره حلال، حلال شده یا نه تاییدیشه باید ترکمن بته. فکر میکنم امتیاز شد. حالا فرصت برای کندوز برای امتیاز بعدی. کندوز موفق میشه یا خیر؟ ببینیم چگونه خواهد بود. امتیاز شده فکر میکنم، امتیاز شده فکر میکنم، تاییدم شده. امتیاز دوم برای کندوز. کشمکش از بازم بین پهلوانان هر دو تیم، رقابت جانانه ای دارن. یک بار دیگر ایران بدخشان گساله برداشت کردن، باز هم به سمت اوت میره و حالا عبدالسلام پهلوان گساله در اختیار گرفته. عبدالسلام پهلوان مدافع جانانه ولایت کندوز. عبدالسلام پهلوان میره به سمت دایره که اسبش از مسیر منحرف میشه. زمان به پایان رسید، زمان به پایان رسیده. 4 ثانیه زودتر جشن گرفتن و بازی تمام شد. کندوز نبرد بزرگ را برد. کندوز به پیروزی ارزشمند دست یافت. کندوز تانست که بدخشان مقتدر، بدخشان نامی را شکست بده.